ولکن بابا ای لو رفتم بزن ریدم نه دیبی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده همه چیز تحت کنترله آره همه چیز تحت کنترل بود گند زده بودی به نقشه عملیات نه دیگه من کارم رو درست انجام داده بودم برگشتی گفتی هدف رو بکش کشتم گفتی شاهدی نمونه شاهدی هم نمون شاهدی نمون جلوی کل مردم زد یه نفر که سأل کل مامورا قتل عام رو انداخته بودی تلویزیون همه جا کله توستو پخش کرده بود خب گفتی شاهدی نمونه منم کارم انجام دادم آره اون لحظه هیچ وقت فراموش نمی‌کنم کارتو خیلی هم درست انجام دادی بسم الله الرحمن الرحیم برو بریم ببینیم آره ببینیم یوسف خشم کنم نه فرار نکن وایس دمت گرم جای تشکر کردنته برای من 32 تا گلوله گذاشته بودی واسه اون همه آدم باز دمم گرم وقتی تیر نداشتم با کله رفتم تو دلشون فرار نکردم آره اتفاقا با کله رفتن تا دقیق یادمه یکی و دو تا فرار نکن بیا اینجا 3 تا و 4 تا بیا 5 تا و 6 تا آره بیا واسه 7 تا و 8 تا آره بگیر بیا به بعدی که تو بیا تو بیا آره چیا بساز